سلیمان خندین کمان. دروغ گفتن و مردم را خندانیدن این گناهی است خیلی بزرگ. شما با این رفتارتون جامعه را خیلی فساد کرده. با تو از پیامبری که شب و روز برای هدایت ما و شما گریه میکرد پیامی دارم که میفرمود ویل است برای کسی که دروغ میگوید تا مردم بخندان. ویل است برای او، ویل است برای او. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم 3 بار برای چنین نفران ویل گفتند. ویل یک وادی در جهنم است که سخت‌ترین عذاب در آنجا می شود. در برابر این کارت خود را به زنان مانند میکنی و خود را رنگ و بار کرده در محفل‌های فسق و فجور رقص و بازی و سرودخوانی میکنی. به سبب همین در لعنت الله گرفتاری. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند لعنت خدا بر مردان باد که خود را به زنان مانند میکنند و برای زنانی که خود را به مردان مانند میکنند. اکی سلیمان، به خود بیا. آیا میخواهی روز قیامت در نزد خداوند همچون شخصی لعنت شده حاضر بشوی؟ در فکر آخرتت باش.